سلام عشقای دکتر. Lascino guardata parassimi, andiamo a continuo a pazziarla. Dopo come cosa ci miamo la sana cosa ci mi ti sta cosa come io ben bego sacco ma ci amale già noi mutamera di capital boda sei dare mi sore تو گردن تندم اینجا چشش خونیه بودم جاری کردن انگار. خب دوستان آرزم خدمتتون که امروز ما اومدیم سراغ هوش مصنوعی. گل، هوش مصنوعی اولم بریم تریلر اپیزود جدید بابا سنجو ببینیم. کسی با ما ورده چیزی دارن یادن نشف کنید. بانیدید به آن میگن آقا چی بین جاهل کندش شنباری کسی کندش ید تهرام دسته هرچه که بیدید کار اتوارد چین منم نیستید منم چینو. به نظر من که واقعا این قسمت قراره قسمت عالی بشه. بازیگرام همه خوب، همه فلان. صحبت سر هوش مصنوعی شد. بریم یه آهنگ ببینیم. ببینید خیلی اشتباه میکنن، یعنی بالای 90% فکر میکنید که این آهنگ اورجیناله. بریم با هم بشنویم. دیجی آهنگو پلی کن. بله خیلی ها در نگاه اول فکر میکنن که این اثر کاملا اورجیناله. خب حقم دارین، اصلا بیش از حد گوش نوازه، ولی نه اورجینالشو بریم با هم ببینیم. دیجی خبر مرگت پخشش کن. گل منو اذیت نکنید چشاشو تر نکنید بعد من بگید دیسی سمتش نیاد چشاشو خوش نکنید نفسمو بد نکنید بارونو خبر نکنید بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد. عذرخواهی میکنم احساساتم بدجوری درگیر شد. ویدیو بعدی ریاکت رونالدو به مسی. حقیقتا هیچ ایده ای ندارم، فقط باید ببینیم ویدیو رو. صدا که کاملا صدای خود رونالدو و اینم کانال یوتیوب داریم ببینیم. بچه ها کیک بود آخریام تا مالد بچه ها مسی کجا در مامانی یا ماماسی تقرچلا. من هیچ حرفی ندارم، ولی نگید فیک هوش مصنوعی ساخته، واقعی بود. حالا که بحث رونالدو شد، آقا رونالدو بازیکن مورد علاقه منم هست، اما متاسفانه خیلی رسانه داره خرابش میکنه. ببینید این ویدیو رو که من واسهتون میارم، متاسفانه ویدیویی که خیلی وایرال شده، خیلی هم به اشتباه باور کردن، ولی متاسفانه این کار کثیف هوش مصنوعی و قصد خراب کردن چهره رونالدو رو داره، ولی نمیتونه. رونالدو جاش تو قلب همه ما عاشقان ورزشه. حالا من میگم اینا فتوشاپ، میگن نه واقعا هوش مصنوعی موضوع بدی شده و حال من بسی خراب شد. دیجی آهنگ آمریکای کثافت ابراهیم رئیسی رو بذار. آمریکای کثافت صدون فیزیافت بود بپرین روی پا. بچه ها شنیدین میگن که بری یه کشور دیگه لهجه‌شو خوب یاد میگیری، ولی خب یه 5-6 ماه همون اول با دامن لغات اینقدر سعی نکنید انگلیسی صحبت. جان leave me alone. Leave me alone. Put me down. Delete me from the car. Connect me to the earth. Be my ex-driver. Drive the car without me. Let me walk. Let the car lose weight there. Download me there. Deny me from the... همش داره همون مفهوم. دخترها توی ساحل. What the? این اکیپ خداست.
دمتون گرم. دارن ادای لاک پشت آمیرده. لاک پشت بود چی؟ آه چقدر این معروف شد. خیلی این میم معروف شد. خیلی معروف شد. هو هندی بود؟ ژاپنی. میشه همین نباشه. تعجب. و بچه ها خالی از لطف و ذکر نباشه که این به کنار هستن. الان با هوش مصنوعی میتونیم همه چیز رو به لهجه شیرین آریگاتو گوزایماس ژاپنی برگردونیم. حتی پیرمرد کفاش. あなたの夢は何ですか、ジジイさん？私の夢？はい。私にハンマーをくれた人？これをくれた人？それをくれた人？彼を墓から引きずり出す。そして私は彼にいます。おい、バカ野郎。貴様、このミシンが見えますか？彼の尻に入れます。 تا یه استراحت میکنید من برم 2-3 تا پیج بگردم ببینم لباس چی پیدا میکنم. این پیج لباس نختندون از سایت واتساپ میتونید ثبتش کنید. 11 میلیون. خوراک مهمونی و دور همیاتون بیایید بخرید. خدافظ. اینا رو بی خیال بریم سراغ کامنت ها. رو کت شلوار پوشیدم مبارکت باشه. عکس تن نخور فراموش نشه. یا خیلی پوشیده است. مدل آزادشون نداریم. ببخشید اگه سفارش بدم بقیهش کی به دستم میرسه. بعد داره خوندن من پیش کنم خرابه. فقط دور کمر رو میبینم. الان از پاسکا کامنت میذارم. زامن اوه پس بگو اینا فکر کنم از مرزهای فلسطین رد شده. تو مهمونی دارم میپوشی مبارک باشی. رشدش چجوریه که کامل میشه وقتی لامبادا موجود میکنه. من نمیتونم یقه دار باشم شده. هم موجود داریم چون باید 5 میلیون شورت مخصوص داداش بدون احترام چند. خیلی شلوغ مدلش. دکمه خالیش دکمه خالی با احترام 11 میلیون بدون احترام چند. شلوارش آب نمیده یه وقت شسته نمیشه. البته این یه ایده ایه که متاسفانه داخلی هم نیست. برای تبلیغ پیج و پیجای لباس فروشی و اینا این کارو میکنه. و عجب دوست به سر خوب. اگه یه روز بچه ساکت کلاس حرف بزنه، دلغک کلاس بگه من با کسی شوخی ندارم، خرخون کلاس زیر 10 بگیره، خایمال کلاس طرف بچه ها رو بگیره، فوتبالیست با شکسته باشه، غایب کلاس حضور داشته باشه، اونی که همیشه غذا میخوره هیچی نخوره، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ Hey yo what the fuck؟ میخوای چاق بشی؟ سس شکلات بخور، کشک بخور. میخوای لاغر بشی؟ اینو بخور. و اما در ادامه دوستان بسیار متشکر از اینکه تا اینجا همراه من بودید. اما این ویدیو به دلیل حجم بالای محتوا شامل 2 پارت می باشد. برای پارت دوم لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله فراموش نشه. به زودی می بینمتون. خدا نگهدارتون.